سلام، وقت شما بخیر بینندهای چینل. امروز در مورد انار قندهار می‌خواهیم معلومات دهیم. انار قندهار یکی از مشهورترین و مرغوب‌ترین انارهای جهان است که به دلیل طعم شیرین، دانه‌های یاقوتی و خواص بی‌نظیرش شهرت دارد. این میوه ارزشمند نه تنها در بازارهای داخلی افغانستان محبوب است، بلکه به کشورهای مختلف صادر می شود. اما چگونه این انارها جمع آوری، بسته‌بندی و فراوری می شوند؟ در این گزارش نگاهی به این روند خواهیم داشت. فصل برداشت انار در قندهار معمولاً از اواخر تابستان آغاز می شود و تا اوایل پاییز ادامه دارد. باغداران با دخت فراوان انارهای رسیده را از درخت جدا می کنند تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری شود. هر انار باید به گونه‌ای چیده شود که تا جان سالم بماند، زیرا این امر در بازارپسندی آن تأثیر بسزایی دارد. پس از برداشت، انارها به مراکز بسته‌بندی منتقل می شوند. در این مراکز میوه‌ها بر اساس اندازه، رنگ و کیفیت دسته‌بندی می شوند. سپس در جعبه‌های مخصوص قرار گرفته و به طور استاندارد بسته‌بندی می شوند تا در طول مسیر حمل و نقل از آسیب‌های احتمالی محافظت شوند. برخی از شرکت‌ها از روش‌های مدرن مانند بسته‌بندی با پوشش‌های خاص استفاده می‌کنند تا انارها برای مدت طولانی‌تری تازه بماند. علاوه بر صادرات انار تازه، بخشی از این محصول در کارخانه‌های فراوری به آب انار، رب انار و حتی پودر انار تبدیل می شود. آب انار خالص بدون افزودنی یکی از پرطرفدارترین محصولات جانبی است که به دلیل فواید سلامتی فراوان در بازارهای جهانی تقاضای بالایی دارد. همچنین از دانه‌های خشک شده انار برای مصارف دارویی و آرایشی استفاده می شود. انار قندهار نه تنها یک محصول کشاورزی بلکه بخشی از میراث فرهنگی و اقتصادی افغانستان است. با افزایش ظرفیت تولید، بهبود روش‌های بسته‌بندی با گسترش بازارهای صادراتی، این محصول می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند. چالش‌ها و فرصت‌ها. هرچند انار قندهار یکی از بهترین محصولات کشاورزی افغانستان است، اما در مسیر تولید، بسته‌بندی و صادرات آن چالش‌هایی نیز وجود دارد. یکی از مهمترین چالش‌ها نبود زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری طولانی مدت انار است. بسیاری از باغداران به دلیل نبود سردخانه‌های مجهز مجبورند محصول خود را در مدت کوتاهی به فروش برسانند که این امر گاهی باعث کاهش قیمت می شود. از سوی دیگر، مشکلات ترانزیتی و محدودیت‌های صادراتی نیز مانعی برای گسترش بازارهای جهانی انار افغانستان است. برای حل این مشکلات، سرمایه‌گذاری در بخش بسته‌بندی استاندارد، ایجاد مسیرهای صادراتی پایدار با جذب بازارهای بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از راه‌های افزایش ارزش اقتصادی انار قندهار، توسعه صنایع فراوری است. اگر کارخانه‌های بیشتری برای تولید آب انار، کنسانتره و محصولات جانبی تأسیس شود، نه تنها از هدر رفت محصول جلوگیری می‌شود، بلکه فرصت‌های شغلی جدیدی نیز برای مردم محلی ایجاد خواهد شد. در سالهای اخیر برخی از شرکت‌های خصوصی و دولتی تلاش کرده‌اند تا با استفاده از فناوری‌های نوین کیفیت بسته‌بندی و فراوری انار را بهبود بخشند.
اگر این روند ادامه یابد، افغانستان می‌تواند به یکی از صادرکنندگان مهم فرآورده‌های انار در سطح منطقه تبدیل شود. جمع‌بندی و آینده انار قندهار با توجه به کیفیت بالای انار قندهار و افزایش تقاضای جهانی برای محصولات طبیعی و ارگانیک، آینده روشنی برای این محصول پیش بینی می‌شود. اگر دولت و سرمایه‌گذاران به توسعه این صنعت توجه بیشتری داشته باشند، نه تنها درآمد کشاورزان افزایش می‌یابد، بلکه افغانستان می‌تواند جایگاه بهتری در بازارهای بین‌المللی پیدا کند. انار قندهار نماد تراوت و ثروت طبیعی این سرزمین است. با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری درست، این میوه ارزشمند می‌تواند سفیر اقتصادی افغانستان در جهان باشد.